نکنه یوسف دیگه که تو منتظرشی. من منتظر کسی نیستم. منتظری؟ جان دل منتظر نباشی چی میشه؟ وقتی منتظر نباشی چه دلیلی داره باشی؟ یعنی تو هستی باید منتظر باشی؟ خب وقتی کسی رو که منتظرشی بیاد چی؟ مسئله درخته. سرمای زمستون رو به شوق دیدار بهار تاب میاره. بهار که میاد فصل سبز شدنه، فصل شگفتن گل دادنه. بیا جلوتر غریبه، کی هستی؟ کوچیک که بودم بابا مرچی میده شما ننم شوهر میکنه. بعد یه مدتی شوهر ننم اینه عجب کلاهی باشد سرش رفته. به ننم میگه هر رفته با سر هر مزمن سروا کنه. ننم کسی نداره منو بسپار به دستش. یه روز هر سره به ننم تنگ میکنه. ننم مجبور میشه منو ببره اینجا شروع کنه. یه پهلوون پیدا میکنه. بس یوسف بیا بش. یوسف؟ این اسمیه که پهلوون بهم داد. این همون مسافریه که سال‌هاست منتظرشی؟ آره. سوغات چی آوردی پهلوون؟ این زنی بهم داد که اسمش لیلی بود پهلوون. خوش اومدی یوسف. خوش باشی گلناز. خوش اومدی پهلوون. خوش نباشی پهلوون. میگم خسته نیستی؟ حالشو داری؟ با منی و با خودت. شرط میبندی؟ ببندیم. چوبه تو بشکنم چی؟ با فوت استاده. چوبه به مشکنی چی؟ باید گلناز بدی. گلناز عوض کنه؟ خب شاید باطله. گلناز چوبه رو بساز. حاضری؟ یا علی پهلوون. برو بالا. گلناز چوبه من ترک نداشت. خب چشتو وا می‌کردی؟ چوبتو نگاه می‌کردی؟ بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره. تو هر بازی یکی میبره، یکی میبازه. قرار نیست بازنده دبه در بیاره که. عجب، پس تو دعا میکردی، نظر و نیاز میکردی من ببازم. آره تو که از خودت مطمئن نیستی شرط نبند. ما هم بلدیم سنگی بندازیم که نتونه بلند کنه. آقا میگه دختر ما بالاست. مثلا چقدره؟ خیلی بالاست. این تا کجاست؟ به خورشید تو همین بالا. آره تو همین بالا. قبوله. چون کسی هست شیرباش نقدی هستم. ما جیب اون خالیه. خدا با آدم گدا نه عروسی بده نه عذاب. نه زن سایبون میخواد، زن بیلو زیلو میخواد، بالشو پتو میخواد، دیگ میخواد، دیگ چه میخواد؟ شیر بهای عروس خرج جوازه. عروس بی جواز مثل روزه بی نمازه، مثل قرمه بی پیازه. دیانت سر جا، شهامت سر جا. زن میخواد بیرو دروازی، باید بری جیب مبارک رو پر کنی بعد برگردی. دستون پر باشه قبوله. مقصود شیربای عروسی مرگه. جمالتش رو بلو. جماعت گلبارم پهلوون. یا علی یا علی.